خداوند هر بنده را بد میدیده، سه چیز میداده، سه چیز را میگرفته است. صحبت صالحا را نصیبت میگرداند، این خدا دادی است، ولی قبول او را از تو میبردارد، این بد دیدن خدا نسبت توست که تو از اوجه هیچ بهره نمیگیری. مثل که بسیاری صحبت هایی که ما در همین جمع در هر یک مسئله هایی که میگوییم، بسیاری از برادرای ما و شما گویا که همین یک ساعت در همین جد مجبور است که باید ایستد، دیگر برای او برداشت این مجلس، این صحبت ها گویا که نادرکار باشد. دویم، خداوند برای تو حکمت میدید، علم میدید، ولی صدقش هم میبردارد. سیوم، خداوند برای تو توفیق عمل کردن صالح رو میدهد، ولی در همون عمل صالح، در اجرا کردن عمل صالح تو رضاگی خدا را در جستجو نداری، یعنی عبادت خالص از برای خدا نیست. عمل صالح انجام یابد، مثل نماز میخوانی ولی نه از برای خدا، روزه را میگیری نه از برای خدا، زکات میتی نه از برای خدا. پس این معنای چی را دارد؟ معنای را دارد که خداوند تو را بد میبیند. ببینید سوره هجر، برادرای عزیز و گرامی، خداوند خبر میدهد فاخرج منها فانک رجیم. پروردگار به شیطان گفت فاخرج منها، گفت بیرون شو. منها زمیر یا آسمان است یا بهشت است یا همون مقامی که شیطان در همونجا بود. خدا گفت از همین مقام دور شو، گفت تو ملعونی، تو مردودی، تو مرجومی، بیرون شو گفت از اینجا. فاخرج منها فانک رجیم و ان علیک اللعنة الی یوم الدین. خداوند گفت لعنتی من گفت به تو باد ای شیطان تا روز قیامت، بیرون شو گفت. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. و شیطان چی گفت؟ گفت پروردگارا اکو از این مقام و منزلتون پیشم کردی، لعنت تا بالای من گذاشتی تا روز قیامت. خدایا خواهشم همین است که مرا مهلت ته تا روز قیامت، مهلتم ته. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین. خدا گفت تو تا روز قیامت مهلت داده شده ای، تو تا روز قیامت وجود داری. گفت مهلتش داد الی یوم الوقت المعلوم، تا آن زمانی که وقتش معلوم نزد خدا هست. قال ربی بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین. و شیطان چی گفت؟ گفت پروردگارا اکو مرا از پشت همی فرزند آدم که از این مقام و منزلتون پیشم کردی، اکو قسم به عزتت که من گناه را در نفس آدم، در چشم آدم چنان زینت می بخشم که وی پایبند من می شود و همه این فرزند آدم را لاغوینهم اجمعین، همش گمراه میکنم. برادرای عزیز و گرامی، شیخ سعدی می گفت فغان از بدی ها که در نفس ماست که ترسم که شود ظن ابلیس راست. فغان از بدی ها که در نفس ماست که ترسم ظن ابلیس شود راست. می ترسم به سوی پروردگار که همین گمانی که شیطان کرد که همه فرزند آدم در اغوا می اندازم، گمراه میکنم، مبادای گمانش راست نبراید. الا عبادك منهم المخلصین.
لیکن ببین شیطان چی گفت؟ مگر گفت من گمراه کردن میتوانم، در اغوا انداختن میتوانم کی را؟ آن بندگانی را که عبادتشان خاص برای راضیگی تو باشد. ببینید گمان شیطان، قسم شیطان که من گناه را امروز در چشمشان زینت میبخشم، نفس هاشان مایل به سوی گناه کردن میکنم، ولی الا عبادک منهم المخلصین. یک شیطان گفت مگر همون بندگانی را که خاص برای تو عبادت میکنند، اونها را هیچ وقت من گمراه کردن نمیتونم.